سلام به چنل من خیلی خوش اومدید. در این قسمت با پرتنش‌ترین قسمت عشق ابدی روبرو میشیم، یعنی این قسمت 50. در ضمن خوشحال میشم که چنل من رو سابسکرایب کنید و زنگوله پایین رو فعال کنید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. با وسط تناز و مهرخ، محبود و شاهین که چند روز وارد بحث و رقابت‌های احساسی شده‌اند روبرو میشن. با هم گفتگوی صادقانه‌ای بین محبود و شاهین شکل میگیره. در اون شاهین از احساسات سرکوب شدهش میگه و محبود هم از اشتباهاتش عذرخواهی میکنه. این آشتی نه تنها باعث آرامش نسیبی در ویلا میشه، بلکه زمینه‌ساز تغییرات رفتاری در محبود میشه. بازسازی اعتماد و رابطه شکننده محبود از آشتی با شاهین در جمع شرکت کننده‌ها بابت رفتارهای گذشته‌اش عذرخواهی میکنه. این حرکت صادقانه محبود باعث میشه که ترانه هنوز از محبود دلخوره دوباره بهش فرصت بده، اما رابطه‌شون هنوز شکننده است. در گفتگوی خصوصی بین محبود و ترانه به محبود میگه اگه دوباره اعتماد منو از دست بدی دیگه بر نمیگردم. این جمله نشون دهنده عمق زخمای گذشته است و اینکه ترانه هنوز در حال سنجیدن صداقت محبوده. آزمون صداقت و احساس. در این قسمت شرکت کننده ها باید نامه عاشقانه‌ای برای پارتنرشون بنویسن. این چالش نه تنها باعث نزدیکی بعضی از زوج‌ها میشه، بلکه اختلافات پنهان رو هم آشکار میکنه. نگار با نامه پر از خاطرات مشترک و آرزوهای آینده، مهداد رو تحت تاثیر قرار میده، اما الهه و دانیال دچار سوء تفاهم میشه. دانیال نامه‌ای نوشت که خیلی رسمی و سرد بود و الهه حس کرد که احساساتش نادیده گرفته شده. همین باعث شد فاصله بینشون ایجاد بشه و الهه در گفتگویی با پرستو گفت من دنبال عشق واقعی ام، نه فقط حضور فیزیکی. پرده برداری از تبانی پشت پرده. در اواسط قسمت پیامی از یکی از شرکت کنندگان حذف شده که هنوز مشخص نشده اون پیام از طرف کی هستش. این پیام شامل افشاگری‌هایی درباره تبانی شاهین و میلاد برای تاثیرگذاری روی رأی‌گیری‌ها و چالش‌ها بوده. مهداد که از این موضوع بیخبر بود به شدت عصبانی شد و با تناز وارد بحث شد. تناز که خودش هم از این تبانی بی اطلاع بود احساس کرد که اعتمادش به شاهین زیر سوال رفته. فضای ویلا برای چند دقیقه کاملا متشنج شد و حتی پرستو صالحی مجبور شد دخالت کنه و جلسه اضطراری برگزار کنه. در این دخالت لحظه‌ای برای آرامش و همدلی نزدیک. در بخش بعدی پرستو برای ماهرخ یک جشن تولد سورپرایزی ترتیب میده. همه شرکت کننده‌ها با لباسهای خاص، کیک بزرگ و تزیینات رنگارنگ حضور دارند. این لحظه باعث نزدیکی بیشتر بین بعضی از زوج‌ها میشه. حتی کسانی که در گیر تنش بودن برای لحظاتی کنار هم میخندن، شوخی میکنن و عکس یادگاری میگیرن. ماهرخ در لحظه احساسی گفت این اولین تولدی بود که حس کردم واقعا کسی منو میفهمه. در پایان قسمت شرکت کننده ها باید تصمیم بگیرن که با پارتنر فعلیشون ادامه بدن یا نه. بعضیا تصمیم‌های غیرمنتظره میگن، مثلا الهه اعلام میکنه که نیاز به فاصله داره و دانیال شوکه میشه. نگار و مهداد تصمیم میگیرن رابطه‌شون رو رسمی تر کنن و حتی درباره آینده خارج از برنامه صحبت میکنن. ترانه و محبود هنوز در حال بررسی هستن، اما نشونه‌هایی از امید دیده میشود. پرستو در جمع گفت گاهی عشق واقعی بعد از طوفان خودش رو نشون میده. اعلام ورودی مهمان جدید رو اعلام کرد. تعلیق برای قسمت بعدی. در آخرین لحظه پرستو اعلام میکنه که در قسمت‌های بعدی یک مهمان ویژه وارد و ویلا خواهد شد که ممکنه همه چیز رو تغییر بده. این اعلام باعث هیجان، اضطراب، گمانه‌های ذهنی بین شرکت کننده های می شود. بعضیا نگران که این مهمان ممکنه
رابطهشون رو تهدید کنه. بعضیا هم امیدوارن که فرصتی تازه برای شناخت بیشتر به وجود بیاد. نظرتون رو تو کامنت ها میخوام. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفا نظر منو گوش کنیم. به نظر من که مهداد اومده تا رابطه بین سیاوش و بهار و میلاد و نگار رو خدشه‌دار کنه و کار کنه که میلاد از نگار جدا شه و با نگار بره وارد رابطه. بعد از گذشت 1 یا 2 روز نگار رو رها کنه. و به نظر من که اینه. نظرتون رو تو کامنت ها حتما بنویسید.